عشق میگم مثل شومینه که روشن میکنه، با یه کبریت روشن میشه. این همینجور نگهداری آخه دستم میسوزه. ولی اگه یه برگ روشن کنی بعد اونو بذار، بعد این آتیشو باید همینجور نگه داری. نمیتونی غفلت کنی، ولش کنی خاموش میشه. عشق هم همینطور. پیروزا داشتم با یه دوستی حرف میزدم که جدا شد مدتی اینا، بعد خلاصه حرف این شد که یه شخص سومی وارد رابطه شده بود و به این دلیل تموم شد. گفتم شخص سوم همینجوری نمیاد، یه خلایی ایجاد میشه که یه شخص سوم میاد پر میکنه. رابطه موقع شخص سوم اومد تموم نشد، رابطه موقع که خلأ شروع شد به ایجاد شدن تموم شد. این ریلای ترن هست، این که جابجا میکنه ریلو انقدر 10 سانتی، ولی این 10 سانت باعث میشه که تو ترن بره شمال یا بره جنوب. 10 سانت. تو رابطه هم اینجوریه، تو زندگی من همینجوریه. ممکنه یک انتخاب کوچولو از این ور ببینی از اون ور برن، اصلا بری آدمای دیگه بشناسه، یه اتفاق دیگه بیفته. پس این خلأ یه شروعی داشته که تا اگه یه خورده این ریل اینوری میزدی احتمالاً نمیرسید به اینجا. الان آسونه بگی رفته با یکی دیگه دوست شده معشوقه گرفته، این تایم تموم شد.